روزها بازار تکذیب در نظام خیلی داغه. یکی از مسئولین آماری درباره کرونای جوون مرگ شده میده، اون یکی سری میاد و آمار اولی رو تکذیب میکنه. به همین مناسبت امروز به سراغ مدیر کل اداره تکذیب رفتیم و باهاشون مصاحبه ای انجام دادیم. خدمت مسئول محترم سلام داشتم و خوش آمدید. ضمن عرض تکذیب های فراوان بنده هم سلام داشتم. ببخشید، ضمن عرض سلام بنده تکذیب بکنم. عذر میخوام از شما، ما که هنوز چیزی نگفتیم که شما تکذیب کردید. این رو که خودم میدونم، اما خواستم همون اول کاری میزان آمادگی و هوشیاری خودم رو در رابطه با موضوعاتی که ممکنه پیش بیاد اعلام کنم. مردم سوال داشتن که کار شما دقیقاً در رابطه با شرایط موجود چیه؟ ما در تلویزیون میلیمون قسمت‌های مختلفی داریم، از جمله واحد گل و بلبل سازی و انشالله بلا دور هفت. این تازه شروع کاره و بعد وارد مرحله‌های دیگه هم میشیم. بنده متوجه نشدم، میشه بیشتر توضیح بدید؟ من تکذیب میکنم. چی رو تکذیب میکنید؟ همین ادعای شما رو. من که ادعایی نکردم، شما ادعا کردید که واحد گل و بلبل سازی تو تلویزیون دارید. آها، اونو میگی؟ بله، این واحد به این صورته که مسئولین نظام دور هم جمع میشن و با به کار گرفتن تخیلاتشون اوضاع رو خیلی خوب جلوه میدن. خب اینجوری که مشکلی حل نمیشه، رویا و تخیل که برای مردم آب و نون نمیشه. بنده تکذیب میکنم. چی رو قربان؟